بریم شماره 4 رو ببینیم و رنگ روز 4 رو ببینیم که چی هست. رنگ روز 4 یه رنگی هست به نام فارست گاتو. فارست گاتو یه جور کیکه که از شکلات و اینها درست میشه و این یک رنگ عطری هم هست، یعنی این رنگ عطر داره و عطرش هم یه عطر تلخیه. برای کسایی که دوست دارن جوهرهای عطری رو از این خوششون خواهد اومد. رنگ مدل شرابی طوره، شید نسبتاً بالا و خوبی داره، شین نداره، شیمر هم نداره، ولی خود رنگ قشنگ و زیبایی، رنگ دوست داشتنیه فارست گاتو و همونطور که گفتم ویژگی